رسیدن به هدف و آرزوها شاید از نظرتون سخت باشه و نیاز به تلاش داشته باشه. اما با کمک قانون جذب میتونیم راه رسیدن به خواسته هامون رو سریع‌تر کنیم. قانون جذب یا قانون جذب جهانی یک مفهوم در حوزه روانشناسی و توسعه شخصیه که بیان میکنه در صورتی که به طور مداوم به روی افکار، احساسات و باورهای مثبت خود تمرکز کنید، اتفاقات و وقایع بیشتری به سمت خود جذب خواهیم کرد. تو این ویدیو راجع به اینکه چجوری زودتر به خواسته هامون برسیم گفتم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. بر اساس قانون جذب، ذهن و انرژی ما تمایل هماهنگی با واقعیت‌هایی رو داره که با افکار، احساسات و باورهای ما همخوانی دارند. به عبارت دیگر، اگر افکار و احساسات مثبتی را در ذهن خود ایجاد کنیم و باور کنیم که ما لایق خوشبختی هستیم، این انرژی مثبت ما را به سمت تجربه موفقیت و وقایع مثبت بیشتری هدایت میکنه. قانون جذب میگه بر اساس قانون جاذبه فیزیکی، انرژی و میدانها جذب‌های مشابه خودشون رو جذب میکنن. در این مفهوم میتوان این قانون رو به طور مجازی به زمینه‌های غیر فیزیکی مانند ثروت، عشق، شادی و موفقیت انتقال داد. و میتوان گفت که افکار و احساسات نیز مشابه خودشون رو جذب میکنند. بنابراین با تمرکز به افکار و احساسات و باورهای مثبت، شخص میتونه انرژی مثبت بیشتری جذب کنه و برای دستیابی به هدفهای خود اقدام کنه. این قانون بیان میکنه که ما تا حد زیادی خودمون مسئول خلق و جذب واقعیت‌های زندگیمون هستیم. قانون جذب توصیه‌هایی به ما کرده که کاملا بهتون توضیح میدم. قانون جذب میگه مانند به مانند جذب میشه. به این معنیه که اونچه که فکر میکنید و احساس میکنید به خودتون جذب میکنید. معتقده که همه چیز در جهان دارای انرژیه و انرژی‌ها با هم جذب میشن. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی پس لایک یادت نره. بر اساس قانون جذب، ذهن شما مانند یک آهنگره که با استفاده از افکار و احساسات خود واقعیت رو شکل میده. اگر فکری مثبت و سازنده داشته باشید، به خود اتفاقات و تجربیات مثبت جذب میکنید. قانون جذب بر ضرورت تمرکز بر هدف و تصور آن تاکید داره تا جذب رو آسان‌تر کنه. بر این اساس برنامه‌ریزی تصور اعتقاد به دستاورد هدف مهمه. احساسات مثبت مانند شادی، سپاسگزاری و امید انرژی مثبت به خودشون جذب می‌کنند. توصیه می‌کنه به جای تمرکز بر موانع و مشکلات، بر روی راه حل‌ها و فرصت‌ها تمرکز کنید. بر این اصل تاکید داره که باید احساس کنید که هدف شما در حال حاضر برآورده شده تا اون رو به خودتون جذب کنید. قانون جذب میگه همه ما قادر به جذب آرزوهای خودمون هستیم اگر اعتقاد داشته باشیم و اقدامات لازم رو پیش بگیریم. تمرین و تکرار احساسات مثبت باعث تقویت قدرت جذب در ذهن ما میشه. توصیه میکنه که با انرژی مثبت خود دیگران را نیز الهام ببخشید و با محبت و همدلی به ارتقای جامعه کمک کنیم. اعتماد به نفس و اعتقاد به قدرت جذب برای موفقیت بسیار مهمه. درک میکنه که زمان برای رسیدن به بعضی اهداف و آرزوها نیازه و صبر و پشتکار در این هاست. قانون جذب توصیه میکنه که از افراد موفق الگو بگیرید و از تجربیات آنها بهره برداری کنید. پیشنهاد میده که از تصاویر، تصورات و ویدیوهای مثبت استفاده کنید تا آن انرژی مثبت را در ذهن خود تقویت کنید. تأکید داره از کلمات مثبت استفاده کنید و کلمات منفی رو از واژگانتون حذف کنید. به خودتون اعتماد کنید و باور داشته باشید که شما لایق رسیدن به آرزوهاتون هستید. در ادامه ویدیو 8 مورد از سریعتر رسیدن به خواسته هاتون رو گفتم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. قانون جذب توصیه میکنه که از تمرینات مدیتیشن و آرامش برای آرامش ذهن و ارتباط با خویشتن استفاده کنید. تأکید داره هدفاتون رو با شور و اشتیاق دنبال کنید که از لحظه بندی مثبت و قدردانی از لحظات کوچک زندگی لذت ببرید. برای جذب آرزوهای خود برنامه ریزی کنید و اقدامات لازم رو انجام بدید.
تأکید داره احساسات منفی و شناسایی و با احساسات مثبت جایگزین کنید. شما مسئول آنچه در زندگیتان جذب می‌کنید هستید. بنابراین با دقت انتخاب کنید. از زندگی حاضر خود قدردانی کنید تا بیشترین انرژی مثبت رو جذب کنید. برای بالا بردن قانون جذب و جذب بیشتر خواسته ها و آرزوهای خود میتونید از این 8 روش استفاده کنید. مورد اول، تمرکز بر انرژی مثبت. سعی کنید تمرکز و انرژی خود رو بر افکار و احساسات مثبت بگذارید. با خودتون حرف بزنید و جملات انگیزشی بخوانید و موسیقی مثبت گوش دهید تا انرژی مثبت رو در ذهن خود جذب کنید. مورد دوم، تصویرسازی. زمانی که آرزوها و هدفاتون رو تصور می‌کنید، به خودتون اجازه میدید احساسات مثبتی مثل شادی، سپاسگزاری و امید رو تجربه کنید. با تصویرسازی آرزوها و رویاهاتون، اونها رو به خودتون جذب می‌کنید. مورد سوم، اعتماد به نفس. به خودتون اعتماد کنید که شما لایق رسیدن به هدفاتون هستید. اعتماد به نفس قدرت جذب شما رو بالا میبره. برای اینکه بخواید اعتماد به نفستون رو بالا ببرید، سعی کنید به خودتون ابراز محبت کنید. مورد چهارم، عمل به عنوان یک مغناطیس. علاوه بر تصویرسازی، اقدامات و عمل نیز به سمت آرزوها و هدفاتون بسیار مهمه. آن یک مغناطیس عمل کنید و قدم‌های کوچیکی به سمت هدفاتون بردارید. مورد پنجم، تمرین مدیتیشن و آرامش. با تمرین مدیتیشن و تمرکز ذهن میتونید ذهن خودتون رو آروم کنید و با ارتباط بیشتر با خودتون قدرت جذبتون رو افزایش بدید. مورد ششم، احاطه با انرژی مثبت. از افراد موفق الگو بگیرید و با افرادی که انرژی مثبت دارن همراه بشید. با احاطه انرژی مثبت خود رو برای جذب خوشبختی و موفقیت آماده کنید. مورد هفتم، شکرگزاری. هر روز به اموری که در زندگیتان دارید سپاسگزاری کنید. با ایجاد احساس سپاسگزاری انرژی مثبتی به خودتون جذب می‌کنید. حالا به هم بگید شما از کدوم یک از این روش‌ها استفاده می‌کنید. مورد هشتم و آخر، ایجاد هماهنگی با هدف. با هدف و آرزوتون هماهنگ باشید و اعتماد داشته باشید که آنها برای شما قابل دسترسی هستند. به فرصت‌هایی که براتون پیش میاد توجه کنید. قانون جذب یک قانون عمومی و نتیجه ترکیب چندین عامل. برای بالا بردن قانون جذب مهمه که صبور و پیوسته عمل کنید و از راهکارهای موفق به طور مداوم استفاده کنید. همچنین درک کنید قانون جذب نمیتونه همه جوانب زندگی رو کنترل کنه. برخی وقایع و شرایط خارجی نیز تاثیر دارند. با این وجود با استفاده از این 8 روش میتونید قدرت جذبتون رو افزایش بدید و به دستیابی به آرزوها و هدفاتون نزدیکتر بشید. اگه این ویدیو رو دوست داشتین، ویدیوی بعدی من که راز سلامتی با قانون جذب و قدرت ذهن هست و حتما تماشا کنید. برای همه شما آرزوی سلامتی و آرامش دارم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید.